بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمدی بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. ذکر ملائکه. سوال: فرشتگان چی هستند؟ جواب: فرشتگان یک نوع مخلوق خداوند هستند که از نور خلق شدند. از چشم ما پنهانند، نه مرد هستند و نه زن. نافرمانی خداوند را نمی کنند و به همان کارهایی که خداوند آنها را مأمور و مقرر کرده است مشغولند. فرشتگان چند تا هستند؟ جواب: تعداد فرشتگان را بجز خداوند کسی دیگر نمی داند. البته همین قدر برای ما معلوم است که زیاد هستند و در میان آنها 4 فرشته مقرب و مشهورند. سوال: آن 4 فرشته مقرب و مشهور کدامند؟ جواب: اول حضرت جبریل امین علیه السلام که مأمور رسانیدن کتابها، احکام و پیغامهای خداوند بر پیغمبران است. دوم حضرت اسرافیل علیه السلام که به هنگام فرار رسیدن قیامت در صور می دمد. سوم حضرت میکائیل علیه السلام که برای باران و روزی رساندن مخلوقات مقرر است. چهارم حضرت ملک الموت علیه السلام که بر گرفتن روح مخلوقات مقرر است که او را فرشته مرگ هم میگویند. سوال: علاوه از فرشته های مقرب مقام و مرتبه بقیه فرشتگان برابرند یا بیشتر یا کمترند؟ جواب: علاوه از 4 فرشته مقرب که از تمام فرشتگان افضل و بالاترند، فرشتگان هستند که مقام بعض بالاتر و بعض کمترند. سوال: فرشتگان چی کار انجام می دهند؟ جواب: در تمام آسمان ها و زمین فرشتگان کارهای مختلف انجام می دهند. این را باید فهمید که خداوند متعال تمام انتظامات زمین و آسمان را بر ذمه فرشتگان قرار داده است. فرشتگان نسبت به امور و انتظام دنیا بر دستور خداوند متعال عمل می کنند. سوال: بعضی از کارهای فرشتگان را توضیح دهید، یعنی شرح دهید. جواب: حضرت جبریل علیه السلام پیامها، احکام و کتابهای خداوند را بر پیامبران علیهم السلام می رساند. بعض اوقات برای کمک پیامبران علیهم السلام و غزا کردن با دشمنان خدا و رسول هم فرستاده می شد. بعض وقتها هم به وسیله او بر نافرمانی عذاب فرستاده می شد. حضرت میکائیل علیه السلام بر امور روزی رساندن مخلوقات و بر امر بارانیدن باران و غیره مقرر شده و بسیاری از فرشتگان زیر نظر او مشغول هستند. بعضی بر انتظام ابرها، بعضی بر امر بادها، بعضی بر امر دریاها، تالابها و نهرها مأمورند. تمام این برنامه ها را به دستور خداوند متعال انجام می دهند. حضرت اسرافیل علیه السلام مأمور دمیدن در صور نزدیکی قیامت است. حضرت ملک الموت علیه السلام باشد مأمور گرفتن جان مخلوقات است و فرشتگان بیشمار زیر دست او به فرمان او کار می کنند. فرشتگانی که روح افراد نیک را می گیرند جداگانه اند و فرشتگانی که روح افراد بد را می گیرند جداگانه اند. علاوه از اینها فرشتگان دیگر هم کارهای دیگری را چنان که در ذیل می آید انجام می دهند. راه هر انسان 2 فرشته است. یکی مأمور نوشتن کارهای خوب او و دیگر مأمور نوشتن کارهای بد اوست. این 2 فرشته را کراما کاتبین می گویند. بعضی از فرشتگان مقررند که انسانها را از بلاها و مصیبتها حفاظت کنند. آنان کسان مثل بچه ها، سالخوردگان، ضعیفان و غیره را
که به حفاظت از آنها دستور داده شده اند را حفاظت می کنند. بعضی از فرشتگان مقررند که بعد از مرگ انسان در قبر از او سوال کند. در قبر هر انسان دو فرشته می آید که آن را منکر و نکیر می گویند. بعضی از فرشتگان بر این کار مقررند که در دنیا سیر و سیاحت کنند. هر کجا که ذکر خداوند متعال یا وعظ و نصیحت باشد، یا قرآن تلاوت گردد، یا درود خوانده شود، یا درس و تعلیم دینی باشد، در چنین مجالس حاضر می شوند برای همه انسان هایی که در آن مجلس برای کار خیر شرکت کرده اند. به بارگاه خداوند متعال گواهی می دهند که آنان در این کار خیر شرکت کردند. در دنیا آن فرشتگانی که مشغول انجام وظیفه هستند صبح و شام عوض می شوند. فرشتگانی که وظیفه اشان در شب است وقت نماز صبح به آسمان می روند و آنانی که وظیفه اشان در روز است می آیند و بعد از نماز عصر می روند و آنان که به شب انجام وظیفه می کنند می آیند. بعضی از فرشتگان بر انتظام و کار و بار بهشت مقررند. بعضی از فرشتگان به انجام امور جهنم مقررند. بعضی از فرشتگان به حمل کردن عرش خداوند مقررند. بعضی از فرشتگان به عبادت، تسبیح و تحمید خداوند مشغولند. سوال: از کجا معلوم می شود که فرشتگان این کارها را انجام می دهند؟ جواب: تمام این سخنان از قرآن و احادیث ثابت است.